درود دوستان عزیز، به کانال وردپیک خوش اومدید. ویدیوی امروزمون راجع به کشور فرانسه هست. اگه دوست دارید این کشور رو به خوبی بشناسید تا آخر این ویدیو همراه من باشید. کشور فرانسه در کنار اقیانوس اطلس جای دارد. فرانسه از شمال به دریای مانش، بلژیک و لوکزامبورگ، از شمال شرقی به آلمان، از شرق به سوئیس و ایتالیا، از جنوب به دریای مدیترانه و اسپانیا و آندورا و از غرب به خلیج گاسکونی و از طریق آن به اقیانوس اطلس محدود است. نام رسمی این کشور جمهوری فرانسه هست. همچنین زبان رسمی اونها فرانسوی است. پایتخت فرانسه شهر پاریس هست. همچنین پاریس بزرگترین شهر و پرجمعیت‌ترین شهر فرانسه نیز هست. از دیگر شهرهای مهم کشور فرانسه میشه به بوردو، مارسی، لیل، لیون، مونپلیه، استراسبورگ، نانت، نانسی، نیس و تولوز اشاره کرد. فرانسه 42مین کشور وسیع جهانه با مساحت 643801 کیلومتر مربع. فرانسه با جمعیت حدود 68,600,000 نفر 20مین کشور پرجمعیت جهانه. حدود نیمی از جمعیت این کشور مسیحی و حدود 30% اونها بیدین هستند. همچنین واحد پول کشور فرانسه یورو هست. منطقه زمانی اصلی این کشور +1 UTC است. اما با توجه به فعالیت استعماری این کشور در گذشته و جزایر فراوانی که فرانسه در سراسر جهان دارد، این کشور مجموعاً از 12 منطقه زمانی استفاده می‌کند که بیشترین منطقه زمانی یک کشور در جهان است. شمال این کشور را حوزه پاریس که از دشت‌ها و کشتزارهای وسیع ترکیب یافته فرا گرفته و فلات ماسیو سنترال با وسعت 84,000 کیلومتر مربع بخشی از مرکز جنوبی کشور را به خود اختصاص داده است. کوههای بلند آلپ در جنوب شرقی آن قرار دارد و قله مونبلان با ارتفاع 4810 متر بلندترین نقطه این کشور محسوب می‌گردد. همچنین کوههای پیرنه در جنوب فرانسه را از کشور اسپانیا جدا می‌کند. اقلیم کشور فرانسه در شمال و غرب معتدل و مرطوب است و در نواحی شرقی معتدل و کوهستانی. همچنین در جلگه‌های ساحلی جنوب مدیترانه‌ای نسبتاً پرباران است. از مهمترین و بزرگترین رودهای این کشور میتوان به لوار، رون، سن، گارون و راین اشاره کرد. جزیره کورس با مساحت 8680 کیلومتر مربع بزرگترین جزیره این کشور است. کشت غلات، حبوبات، برنج، انگور و پرورش گاو و خوک عمده‌ترین فعالیت‌های کشاورزی فرانسه محسوب می‌گردد. زغالسنگ، آهن، بوکسیت، نیکل و نفت و گاز طبیعی از مهمترین ذخایر زیرزمینی آن به شمار می‌آیند. کشور فرانسه از حیث تعداد گردشگر در طول سال رتبه اول در جهان را به خود اختصاص داده است. از مهمترین مکان‌های دیدنی این کشور می‌توان به برج ایفل، موزه لوور، کلیسای نوتردام، کاخ ورسای و طاق پیروزی اشاره کرد.
امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد دکمه لایک رو فشار بدید و نظرات ارزشمندتون رو در کامنت ها با ما به اشتراک بذارید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال وردپیک رو سابسکرایب کنید و زنگوله کانال رو هم بزنید تا از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید.